خیلی ممنون که به منم اجازه صحبت میدین. من راستش درباره همه کارهایی که آقای پزشکیان در این سفر کرده یا همه مصاحبه آشنا نمیتونم اظهار نظر کنم، چون همه رو دنبال نکردم. برخی هاشو دنبال کردم. حالا اینی که اگه اجازه بدین فقط درباره اونایی که دنبال کردم صحبت میکنم. یک نکته دیگر این که بعضی نکات در اتاق مطرح شد. من اول همون چیزی که درباره عنوان اتاق صحبت خواهم کرد و صحبت که شما گفتین، اما بعد آخرش اگه اجازه بدین چند نکته هم درباره نکاتی که در اتاق مطرح شد بگم. خود متن من ببین الان بحث مجبورم یه نکته رو بگم و اونی هستش که آیا این من یادم هست اون موقع قدیم که همین آقای خامنه‌ای رئیس جمهور بود، رفت در یه مجمع بین المللی، حالا نمیدونم سازمان ملل یا کجا درست یادم نیست، صحبت کرده بود. جز نخستین بارها بود که بعد از انقلاب مثلا رهبران جمهوری اسلامی میرفتن در مجامع بین المللی صحبت میکردن. همون موقع نوشته شد که متنش از پیش آقای خمینی خونده، توی روزنامه‌های معتبر اون موقع نوشتم. من حدس میزنم، البته اگه شما به من بگید دلیل بگو، دلیلی ندارم، سندی هم ندارم برای این حرف، که متن سخنرانی آقای پزشکیان رو حالا آقای خامنه‌ای خونده قبلا و من اصلا فکر نمی کنم که او بره یه سخنرانی بکنه که مثلا آقای خامنه‌ای مخالف او باشه. حالا این که در لحن و بیان و نمیدونم تأکیدها و اینها، خب آدما هر کدوم اون چیزای شخصی خودشون رو درش متن میگنجونن، اما اون چارچوبای اصلی به نظر من آقای خامنه‌ای هم موافق بوده. حالا اینکه آیا واقعا این دو تا سیاست هم دارن، من معتقد نیستم به این حرف. و این سخنرانی آقای خامنه‌ای هم که آقای صالح عاطفی اشاره کردن، من اونو من همیشه با دقت متن اون رو میخونم و نگاه هم میکنم، گاهی نظرمو میگم دربارش به معنای مخالفت با متن سخنرانی. در مصاحبه ها کی گفته منظورم نیست، من فقط دارم به متن آقای پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل اشاره میکنم. بحث مصاحبه رو میذاریم بعداً. به نظر من مغایرتی با اون متن پزشکیان در سازمان ملل صحبت خامنه‌ای نداره. حالا اینم من قبول ندارم که چون ایشون رهبر شرعی، حرفایی که میزنه مثلا مثل حرفایی که آقای سیستانی میزنه یا یک مرجع تقلید در قم میزنه، دنیا اینجوری نگاه نمیکنه به قضیه. دنیا اینطوری نگاه میکنه، حالا شما میتونید این غلط نگاه میکنه، که آقای خامنه‌ای قدرتمندترین فرد در سیاست ایران هست. نه که فقط قدرت به اصطلاح منحصر به فرد هست، هیچ کسی قدرت منحصر به فرد نیست، اما قدرتمندترین فرد در سیاست ایران هست و سخنی که او میگوید سیاست جمهوری اسلامی. دنیا اینطوری نگاه میکنه. دنیا نگاه نمیکنه که خب بعضی موقع او از موضع شرعی حرف میزنه اما برای حکومت الزام آور نیست. اینجوری دنیا نگاه. البته دنیا اصولا، دنیا که میگم رسانه ها رو نمیگم، اون سیاست گذاران هست، کسانی که سیاست گذاری میکنن و اون مثلا دولت مردانی که اون سیاست گذاری ها رو اجرا میکنن کمتر به حرف ها توجه میکنن، نگاه میکنن ببینن که اون طرحی شما بر مبنای شعارهای کلی میدی، اون طرح چیه. شما وقتی میگی که من میخواهم در نظم نوین جهانی مثلا مناسبات خوبی داشته باشم، خب همه میگن، هیچ کسی نمیگه. پوتین هم که به اوکراین حمله کرده همینو میگه. اما اونا نگاه میکنن میگن خیلی خوب، اون مناسبات خوب، اون چیزی که تو صفتهای کلی میگی، در طرحش چیه، در عمل میخوای چی کار بکنی. بنابراین حالا خیلی هم فکر نکنیم که مثلا حالا من برمیگردم به متن سخنرانی، بعد اون نکات فرعی که گفتم میگم. یکی این که اگه بخوایم متن آقای پزشکیان رو جدا از همه این بحثا جدا کنیم که آیا آقای خامنه‌ای باش موافق هست یا نیست، نمیدونم همه این بحثایی که در حواشی شد، بیایم فرض کنیم یه متن، من کارم متن شناسی بوده دیگه، کار بود شکافی متن بوده، یکی از کارهایی کرد. این متن چی میگه؟ خود این متن چی میگه؟ در نانوشته هاش چی میگه؟ در سپیدی هاش چی میگه؟ و در گفته هاش چی میگه؟ حالا اون که بحثایی که چرا اینو میگه، نمیدونم به چه دلیل میگه، چه شرایطی رو مجبور کرد یا مجبور نکرده اینو بگه، آیا خامنه‌ای یا مثلا کی ایکس و ایگرگ باش موافقه، یه لحظه بذاریم کنار، خود متن رو بذاریم جلو. این البته
تنها راه تحلیل نیست متن یکی از اجزای تحلیله. طبیعتا متن در یک موقعیتی بیان میشه، متن در یک شرایطی نوشته میشه، بنابراین حتما باید شرایط و موقعیت که متن نوشته شده رو هم برای فهم متن در نظر گرفت. من گفتم یک لحظه کنار بذاریم بقیه چیزا رو. طبیعتا شما حق دارین که منم بعدا همین کار رو خواهم کرد که متن رو در شرایطش هم بررسی خواهم کرد. اما حالا برای یک لحظه منتظر کنیم، این کار رو در علم میکنن دیگه، انتظار. یه لحظه متن رو منتظر میکنیم از شرایطش که حتما باید در نظر گرفته بشه. خود متن رو نگاه کنیم. اگه خود متن رو نگاه کنیم، یکی از تفاوتات بلافاصله آدم میره در مقایسه دیگه. ما متن پزشکیان و متن مثلا سخنرانی فرض کن نخست وزیر انگلیس یا رئیس جمهور آمریکا مقایسه نمی کنیم، طبیعتا با متن رؤسای جمهوری ایران مقایسه میکنیم دیگه. یک چیزی که داشت این بود که یک تیپی مثل احمدی نژاد میخواست پیام به جهان بیاورد. خاتمی و احمدی نژاد این هر دو این خصوصیت مشترک داشتن که دو تا پیام برای کل میخواستن معضلات جهان رو حل کنن. این توهماتی که آدم ها دارن دیگه، که مثلا یه گروه 20 نفره تشکیل میشه زمان شاه، میخواستیم نظام امپریالیستی رو ما میخواستیم مثلا از بین ببریم، 30 نفر هم بودیم، اصلا نمیدونستیم که این داستان این بر چه پایه های استواره. نه که غلط بود، منظورم اینی که تناسب نداشت داستان. خاتمی با این اومد که من گفتگوی تمدن ها و اینا و فلان، تحویلش هم گرفتن رسانه ها، ایرانی هم گول خوردن که عجب حرف مهمیه، این دنیا رو نجات میده. این گفتگوی تمدن ها اصلا تو این دانشکده آلمانی از زمان گوته درس میدادن. از اسمش گفتگوی تمدن ها نبود، اسمش گفتگوی فرهنگ ها بود، اسمش هم تبادل فرهنگ ها بود، چون که تمدن ها که نیست، فرهنگ ها هستن که با هم تبادل میکنن. ولی استقبال کردن به این دلیل که تعبیرشون این بود که جمهوری اسلامی بعد از اون دوره خصومت با غرب و نمیدونم داستانی که رخ داده بود قبلا و انفجار و میکنوس و اون سفرا که رفته بودند و همه اون بحران ها، حالا میخواد به اصطلاح سیاست معتدل تری پیش بگیره. اما خب این توهم دامن زده شد که من یه راه حلی برای جهان دارم. احمدی نژاد هم همینطور بود. حالا اون راه حلاش چه میدونم نجات دادن دنیا بود و همون چیزایی که میدونین دیگه. این نداره، این سخنرانی پزشکیان به سخنرانی یک رئیس جمهور یک کشور در موقعیت ایران نزدیک تره. من البته میدونیم با جمهوری اسلامی مخالفم، حالا فردا نریم بگین که فرج زرگویی طرفدار جمهوری اسلامی. من دارم توصیف میکنم، دارم گزارش میدم. نزدیک تره، یعنی از اون حرفای گنده و دنیا رو نجات بدیم و نمیدونم حالا چه با دیدگاه احمدی نژادی چه با دیدگاه خاتمی نیست. یک چیز دیگه هم که داشت تفاوتش مثلا با حرفای روحانی هر وقت حرف میزد جاه طلبیاش از توش در میومد، حتی تو مجامع بین‌المللی، که این بخش از چیزایی که میگه مینوشتن روزنامه نویسا. این حرف من نیست، من باز دارم گزارش میکنم که این در سودای رهبریه. اینم نداره پزشکی. درست در موقعیت در ایران رئیس جمهور نفر اول سیاست نیست، هم اینا میدونین، طبق قانون اساسی هم نیست. خیلی چیزا رهبری باید تعیین کنه طبق قانون اساسی. در موقعیت رئیس جمهور داره حرف میزنه. این به اصطلاح چی میگم، حالا اگه موافق پزشکیان باشین میتونین بگین با فروتنیه، اگه یا مثلا دوستش داشته باشین میتونین بگین با درک موقعیت، مخالفش باشین میتونین بگین که جبر زمانه بهشون تحمیل کردی که دیگه دست از اون ادعاهای عظیم غریب لااقل در مجمع اون سازمان ملل، من نمیدونم در سیاستاشون دست برداشتن یا نه، بعد دست برداشت. این حاله. دومی که اگه نگاه کنیم، به آمریکا حمله نکرد به عنوان آمریکا، برخلاف اون بقیه. جایی هم که گفت به ترامپ رو برد. این حالا آیا این یه سیاسته، آیا سیاست های نظام تغییری؟ من فقط دارم میگم این متن اینه میگه، این متن هم سیاست های نظام هست یا نیست، چقدرش هست چقدر نیست، میتونیم بعدا بحث کنیم. یه چیزی که در این سخنرانی بود از نظر متن شناسی که در سخنرانی رؤسای جمهوری ایران نبوده و اصولا در حرف زدن ما ایرانیان نیست، ضمیر منه.
معمولا وقتی اینا میخوان سیاست اعلام کنن، به جز خود آقای خامنه‌ای، بقیه میگن جمهوری اسلامی اینطوری است، جمهوری اسلامی میخواهد با دنیا صلح کند یا به جنگد، جمهوری اسلامی میخواهد مثلا وفاق بکند، هر چی. این ضمیر من رو به کار نمیبرم. پزشکیان 3-4 جا ضمیر من رو به کار برد. حالا من قصد دارم، نه که جمهوری اسلامی. من البته منظورم این نیست که او منظورش وقتی میگه منظورش جمهوری اسلامی ها، ما اینو میفهمیم ها. من قصد دارم بنیان‌ها استوار درست کنم، یا مثلا من با برنامه مبتنی بر اصلاحات، من فلان. این که رئیس جمهور رئیس جمهور ایران، غربی ها این کار میکنن، خیلی هم رایجه، ولی اصولا ما ایرانیا ما میگیم یا یک سوم شخصی میگیم نظام اینطور میخواد، جمهوری اسلامی اینطور میخواد. این تو صحبتاش بر حالا من نمیدونم این تحلیل اگر کسی بخواد بکنه، من تحلیل نمیکنم اینجا، چون نمیدونم دلیلش چیه. آیا خلقیات فردی است یا پشتش چیزی هست، یه پیامی است مثلا؟ من اینو نمیدونم، ولی این تو متن هست. حالا هر کسی میتونه هر جور که خواست تحلیل بکنه، من تحلیلی براش ندارم، ولی جزو شاخصهای متن هست. بعد یه چیز دیگه که درش بود، این خب اولش مقدمه داشت که نمیدونم علی علیه السلام اینطوری گفته، پیامبرها برای این منطور، اینا واقعا من نمیفهمم. یه آدم اگر دنیا رو بشناسه چرا میاد این حرفا رو میزنه؟ چون این حرفا اصلا حرفای سیاسی نیست. خب موعظه است، موعظه هم خوبه در جای خودشه که ممکنه بره موعظه بکنه، ولی کسی نمیاد با ملل موعظه بکنه. ولی خب این مقدمه رو داشت. این به نظر من خیلی کار سیاسی نبود داستان. بعد یه چیزی که داشت این بود که گزارش میداد به مجمع عمومی و این خیلی عجیب بود که من چرا و چگونه انتخاب شدم. من تا حالا خیلی شاید من نشنیدم، شاید بوده که یه رئیس جمهوری بیاد بگه که من برنامه مبارزات انتخاباتیم این بود و به این دلایل انتخاب شدم. اینو تو ایران آدم میگه، در مسابقه ها میگه، ولی در مجمع عمومی سازمان ملل نمیگه معمولا. حالا میتونیم از خودمون سوال بکنیم که چرا 3-4 بار یا حداقل 2 بارش که من اینجا یادداشت کردم اینو گفت. مثلا گفت من با برنامه مبتنی بر اصلاحات، وفاق ملی، تعامل سازنده بر جهان و توسعه اقتصادی، دارم عین چیزشو میخونم، این جمله، وارد کارزار انتخابات شدم و موفق شدم اعتماد هموطنان رو در پای صندوق‌های رای جلب نمایم. یکی از خب این متن شما میتونید معنای گوناگون برش چیز کنید، یا یه جای دیگه میگه من قصد دارم بنیان‌های استوار برای ورود کشور بحث جدید لب لب لب. اگر بخواید اینو تحلیل بکنین، تحلیل گوناگون میتونین بکنین، البته هر متنی هم میشه تحلیل گوناگون کرد، عیبی هم نداره. یکی از تحلیلاش هم این میتونه باشه که داره به دنیا میگه مردم ایران مخالف سیاست‌های قبلی بودن و به این دلیل که من اومدم این حرفا رو زدم به من رأی دادن. این البته به هیچ وجه پزشکیان ذهنش آگاهانه همچون منظوری که من میگم نداره. روشنی که رئیس جمهور ایران نمیاد بگه که مردم ایران با سیاست‌های قبلی مخالف بودن در مجمع عمومی سازمان ملل. حتی اگه این نظرم داشته باشه، من نمیدونم پزشکیان این نظر داره یا نه، اما این جمله یکی از تعبیراش اینه که من به دلیل اینکه این حرفا رو زدم انتخاب شدم. چون این میتونست بگه من طرفدار این چیزها هستم، من طرفدار اصلاحات، وفاق ملی فلان هستم، این طبیعیه. ولی وقتی شما میگید که من به این دلیل انتخاب شدم، در واقع یکی از تعبیراش میتواند این باشد که مردم اینا رو میخواستن و مردم قبلی رو، سیاست‌های قبلی رو نمیخواستن. اینم یکی از چیزایی بود که تو متن توجه من رو جلب کرد. بعد یه حرف کلی توش هستش که حالا شما تعبیر میکنید به تغییر سیاست و اینا، شاید هم باشه شاید نباشه، اما هنوز نمیتونین بگین اینو.
مثلا میگه من قصد دارم بنیانهای استوار برای ورود کشورم به عصر جدید و نقش آفرینی موثر و سازنده فلان کنم، مناسبات کشورم را بر اساس ملزومات و واقعیت دنیای امروز سازماندهی نمایم. همش هم ضمیر اول شخص مفرده، من قصد این کارا رو دارم، نه نظام. حالا البته معنیش نیست که نظام این قصد داره، ولی این لحن نبوده تا حالا کسی بیاد بگه من این قصد رو دارم در جمهوری اسلامی به جز رهبری. خب این حرف کسی رو به این نمیرسونه، به این که شما گفتین که واکنش ها چی بوده، چون برای خیلی ها که خوشحالند از این حرفها و فکر میکنن این حرفها تغییر سیاست هست، ایران میخواد بره نمیدونم سیاست رو تغییر بده، بحران ها حل بشه، تحریم ها از بین بره. خیلی از شما این تعبیرها رو دارین، اما برای اونی که از دور نشسته و مشابه همین ها رو برای مثلا غربی، چون اینجا پرسیدین رسانه‌های غربی، مشابه این حرفا رو از خاتمی بهترش هم شنیده، مشابه همین حرفا رو از روحانی هم شنیده، برای اون آدم سوال اینه این بنیانهای استوار چیست؟ این رو باید تو عمل بعداً ببینی، تو مذاکرات که خب یه مذاکرات محرمانه خواهد بود دیگه. تو مذاکرات محرمانه شما چه برنامه‌ای ارائه میدین، در عمل چه کار میکنین؟ بنابراین اونا منتظر میمونن که ببینن این حرفا که بارها شنیدیم اما اتفاقات دیگه افتاد. حالا این نمیگن که این آدم مثل قبلی ها هست، داوری نمیکنن طبیعتا، میگن این حرف. چون من دیدم رسانه‌های آلمانی اغلب همین برخورد کردن، کارشناسایی هم که میارن، این کارشناسا با کارشناسایی که میارن تلویزیون ایرانی فرق دارن، کارشناسای جدی که میارن اونا میگن این حرفا رو زده، اما خیلی با فاصله. دلیلش هم هممون میدونیم دیگه، برای این حرفا رو قبلا هم شنیدن دیگه و عکسش هم دیدن. لذا اون یارو نمیاد بگه حالا اینم مثل دفعه قبل عملی نیست، نمیاد بگه هورا درست شد. اون میگه خیلی خوب من ثبت میکنم تا ببینم که اینا در عمل چه کار میکنن. بعد در مورد اوکراین حرفی که زد طبیعتا با سیاست هایی که غرب داره مخالفه. اینکه ما طرفدار راه حل صلح‌آمیز هستیم و گفتگو، خب غربی ها سیاستون اینه، به درست غلطیش لطفا نپردازیم، چون منم فقط دارم گزارش میکنم. چون پوتین شرایطی گذاشته برای گفتگو رو ناممکن کرده. پوتین گفته اول به رسمیت بشناسین این بخشایی از اوکراین که من جدا کردم، نه فقط کریمه، این سه استان دیگه، این متعلق به روسیه است، رفته تو قانون اساسی روسیه هم نوشته اینو، یعنی بپذیرین این بخشی که من جدا کردم قبول بکنین، اوکراین هم جز ناتو نره، که البته نمیخوان بره خود ناتو هم. و دو تا شرط دیگه هم گذاشته برای گفتگو، یعنی گفتگو رو ناممکن کرده از نظر غربی‌ها. چون غربی‌ها میگن نه اینجوری نمیشه شما یه بخش از یک کشور بگیری بگی من. در مورد منطقه حرفی که میزنه که خب مثلا این طرح قبلا هم بود که بعد از فروپاشی شوروی تلاش‌های زیادی شد در ایران که یه عده مثلا مقالات زیادی نوشتن، من تلاش‌های حکومتی رو نمیگم، مقالاتی که نوشته شده میگم چون از حکومت خبر ندارم، که بیایم مثلا اتحاد منطقه‌ای درست بکنیم. یه کسانی میگفتن اتحاد منطقه زبان فارسی، یه عده میگفتن اتحاد منطقه فرهنگ ایرانی، یه عده میگفتن اسلامی. اینا رو قبلا گفته شده این حرفا. منتها شرایطی که اون تعیین میکنه یکیش عملی نیست، چون پزشکیان میگه که برون سپاری امنیتی کی نباید باشه در منطقه. این حرف هم حرفی است که آمریکا باید از منطقه خارج بشه. چرا؟ برای که بعضی از کشورهای منطقه مثل قطر، نمیدونم عربستان، اینا با آمریکا پیمانهای نظامی دارن و امنیت خودشون بخشی در واقع آمریکا امنیتشون حفظ میکنه. حالا چرا میکنن؟ خب ضعیفن، که منم قطر شما نگاه کنین، نمیدونم امارات، خب اینا کشورهایی که در مقابل ایران و عربستان نمیتونن از خودشون دفاع کنن، امکانش ندارن جمعیتی اینا. البته نمیخوای وارد این بحثا بشیم. این بنابراین اینجا در واقع حرف جدیدی نیست، هر شد به نظر جدید میرسه. این از این کلک‌های ظریف خیلی از حرف حکومتی رو به قالب‌های جدید در میاره که بفروشه، در واقع برای فروشه تو افکار عمومیه. اونی که میشینه جدی نگاه میکنه
خب میشه بعد میگه به شرط یکی از شرایط اینه که دغدغه‌های امنیتی ایران، این اصطلاحی که در سخنرانی هست، به رسمیت شناخته بشه. خب این سوال برای همه مطرح میشه که منظورتون از دغدغه‌های امنیتی ایران چیه؟ چون همه کشورهای مختلف در منطقه دغدغه‌های امنیتی دارن. تا وقتی این دغدغه‌های امنیتی رو شما تعریف نکنی، که البته قرار نیست تو سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل تعریف کنی، ولی تو مذاکرات تعریف نکنی و اولویت گذاریش هم برای طرف مقابل روشن نباشی که خب شما از کدومش میگذری از کدومش نمیگذری. مذاکرات یعنی سازش دیگه، یعنی رد و بدل امتیازات دیگه. تا وقتی اون مشخص نباشه اینا حرفای شعاره. از نظر رسانه و خوشحالی و اینا خوبه ها، ولی منظورم از نظر جدیت بخوایم بگیم. بعد در مورد برجام حرف خیلی روشنی میزنه که من که سیاست قبلی جمهوری اسلامی هم بود. این واقعیت این که جمهوری اسلامی از برجام خارج نشد، هممون میدونیم. ترامپ خارج شد، حتی بعد از ترامپ هم جمهوری اسلامی از برجام خارج نشد. امید داشت که بایدن بیاد به برجام برگرده. دموکرات ها آمدن به برجام برنگشتن. اروپایی ها هم وقتی که ترامپ از برجام خارج شد عملا تعهدات خودشون اجرا نکردن. حالا این حق با کیه، درست غلط یه بحث دیگه است، چون من اصلا معتقدم غنیسازی باید در ایران تعطیل بشه. این نظر من. ما به غنیسازی اورانیوم نیاز نداریم. ولی حالا این بحث رو بذاریم کنار. گزارش واقعیت این هستش که جمهوری اسلامی از اول میگه بیاین تعهداتون در برجام اجرا کنید و اونا اجرا نمیکردن. در نتیجه جمهوری اسلامی البته رفت درجه غنیسازی رو بالا برد و اون کارا. لذا حرفی که میزنه میگه که بعد یه وعده هم میده که این وعده یه ذره متفاوت است با وعده‌هایی که قبلی ها. البته روحانی این وعده ها رو در مصاحبه‌هاش تو رسانه‌های غربی خیلی داده بود، ولی رسمی نداده بود. بسیار در سخنرانی‌های رسمی. این در سخنرانی رسمی میگه اگه برجام اجرا بشه، جملهش اینه: زمین سازی برای توافق‌های بیشتر. از روز اول هم وقتی غربی‌ها برجام امضا کردن میگفتن که این گام اوله، ما باید در مورد موشکی، در مورد نیابتی اینا هم توافق بکنیم. به نظر میسه جمهوری اسلامی گفته بود نه فقط برجام. حالا آقای پزشکیان این رو میگه، حالا آیا منظورش دقیقا حرف خاص غربی هست یا نه ولی راه رو باز کرده. این هستش توش. در مورد فلسطین راه حلی که میگه که خب عملی نیست. واقعیت اینه این راه حلی که جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای هم قبلا گفته بود که رفراندوم بشه به نظر منطقی میرسه، چون راه حل دو دولت دو کشور که من خودم خیلی طرفدارش بودم. به نظر خیلی ها که طرفدارش بودن از جمله من، حالا اون من که مهم نیستم، از نظر اون دولت مردایی که طرفدار این بودن یا احزاب مهمی که طرفدار راه حل دو دولت دو کشور بودن، به این نتیجه رسیدن که عملی نیست، نه اینکه غلط بود. حالا هزار تا دلیل دارن برای حرفشون، اما اون راه حلی هم که آقای خامنه‌ای و پزشکیان ارائه میدن عملی نیست که رفراندوم بشود. این اسرائیل به هیچ وجه اینو نخواهد پذیرفت. دلیلش هم روشنه. اگر قرار بشه فلسطینی هایی که آواره شدن هم در این رفراندوم شرکت کنند که این جمهوری اسلامی شرط گذاشته، در این صورت در اون منطقه یک کشور اسلامی درست میشه که یهودی ها در اقلیت خواهند بود و ما میدونیم که وقتی یهودی ها در اقلیت باشن چه بلایی سرشون میاد و بنابراین یهودی ها زیر بار این نمیرن که در یک کشور اسلامی در اقلیت زندگی کنن، در جای دیگه زیر بار میرن چون چاره‌ای ندارن. الان فکر میکنن که نه ما این راه حل نمیپذیریم. بنابراین حالا این راه حل درست یا غلطه، به حق یا نه، طبیعتا عملی نیست. حالا اون راه حل دو دولت دو کشورم متأسفانه که منم خیلی بهش معتقد بودم، به نظر میرسه اونم عملی نیست. حالا چه میشه و اینا نمیشه. حالا این به نظر من از کالبد چه کافی. اون حالا مصاحبه و اینا یه بحث دیگری میشه. این بعضی چیزایی هم نو بود، بعضی چیزا تکراری بود، میشه اینا رو گفت. در مورد اون تاکید بر زمین اول شخص من هیچ تحلیلی ندارم واقعا. خیلی دلم میخواد میتونستم بفهمم که چرا. حالا اگه اجازه بدید من خیلی سریع چند تا نکته بگم در مورد بحثی که شد. یکی این که گفته شد که این ایران نیروهای نیابتیشو ول میکنه اینا. این من نمیدونم از کجا در میاد. یه دولتی که این همه سرمایه گذاری کرده، حتی اگه به این نتیجه رسیده باشه که الان دیگه فایده نداره و این سیاست غلط بوده، که من نمیدونم جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده یا نه، که تقویت حزب الله و حوثی ها و غزه و نمیدونم اینا غلط بوده، ولی حتی اگه به این نتیجه برسه همینطوری که ولشون نمیکنی که
بالاخره به عنوان یه برگای برنده در مذاکرات هزار تا پیچیدگی داره این چیزا، به همین راحتی نیست که خب باشه غلط بود خدا شما همه اون هزینه میگذریم. این نمیشه. حرفا که همجور میزنیم دیگه. یه نکته هم به آقای صالحی گفتن، من خیلی دارم میخواد سندی اگه دارن به من بدن. گفتن که غرب با اینکه شاه موشک فقط اجازه بهش بدن موشک کوتاه برد داشته باشه. من اصلا یادم نیست که ممکن درست بگن ها که اصلا همچه بحثایی در اون زمان بحث موشک مطرح بودی یا نه، نمیدونم. این اگه یه جایی ببینن به من بگن خیلی خوب. اما یه نکته ایشون گفتن من خیلی دلم می‌خواست اینو بگم. ببین بحث این هستش که آیا جمهوری اسلامی کلی اون مبانی اساسی سیاست خودش رو، حالا متن رو ول کنیم که مثلا این حرف در این کتاب آمده اینو ولش کنیم، ما اگه این 40 ساله رو در نظر بگیریم، اصلا این دوره های خامنه‌ای در نظر بگیریم، یه حرفهایی زده شده که در عملم اجرا شده. از اونا میشه نتیجه گرفت حرفهایی که زده شده و در عملم اجرا شده، حالا گاهی موفق بوده گاهی نبوده. اما از حرفهایی که در اجرا شده بیایم اون مؤلفه های سیاست کلی جمهوری اسلامی، سیاست خارجی در بیاریم. این این نکته در بیاریم، وقت این سوال که دوستان میگن اینا عوض شده، میگن کلا عوض شده، وقت میتونیم به این نتیجه برسیم که چه چیزی کلا عوض شده یا کلا عوض نشده. این کار ما دوستان نمیکنن. ببینید مثلا ما میخواهیم بریم تو نظم جهانی. خب آقای خامنه‌ای خیلی خوب گفت ایران همیشه در نظم جهانی بوده. ایران هیچ وقت در بیرون از نظم جهانی نبوده. در بدترین دوره ها ما نفت و گاز میفروختیم، کالا وارد میکردیم. اینم در حضور در نظم جهانی دیگه. منتها خیلی جای بدیه، خیلی جایگاه بدیه که تو شما فقط فروشنده انرژی و مصرف کننده کالا باشی. ولی خب همینه. یا مثلا مناسباتی که جمهوری اسلامی با چین و روسیه داره، مگه ببینید نصف جهان با هم ارتباطاتی دارن متفاوت با ارتباطاتی که کشورها با اروپای غربی و آمریکا دارند. من شخصا معتقدم راه توسعه در ایران این هستش که ما با اروپای غربی و آمریکا روابط معمولی و مناسبات داشته باشیم. چون اگر ما بریم در قطبندی چین و روسیه، نه به دموکراسی میرسیم نه به توسعه. این بگم اول. اما جمهوری اسلامی با چین و روسیه مناسبات داشته. اینجوری نیستش که اصلا با دنیا مناسبات نداشته. با بخشی از دنیا مناسبات داشته، مناسبات خوبی هم داشته از نظر خودش. از نظر من نه، از نظر من این به زیان کشوره. لذا وقتی صحبت میکنیم این در نظر بگیریم. اما حالا راجع به اون مؤلفه ها که میگیم که آقای عاطف صالحی گفتن، آقای مدرسی هم گفتن، ببینیم آقای عاطف صالحی گفتن که خب این 40 سال نشون داده که اون آرمان هایی که جمهوری اسلامی داشته شکست نخورده. من یه مثال ساده بزنم برای شما آقای صالحی، نمیخوام بگم این عین اونه. ببینید انقلاب اکتبر که شد، نظرات مختلفی در حزب سوسیال دموکرات که روسیه که بعداً به بلشویک و منشویک تقسیم شد و بعد شد یکیش بلشویک‌ها شدن حزب کمونیست، نظرات مختلفی مطرح بود. یکی از نظرات تروتسکی و اینا بود که اینا میگفتن که سوسیالیسم در یک کشور واحد ممکن نیست. اگر انقلاب جهانی نشود ما نمیتونیم نظام سوسیالیستی برگزار کنیم. یکی از نتایج این میشد که بنابراین ما نریم دنبال دولتی کردن اقتصاد و سوسیالیسم کردن اقتصاد، نریم دنبال دشمنی با غرب. منشویکام که اصلا نظرشون این بود که ما باید به بورژوازی کمک کنیم که بخشی از حزب سوسیال دموکرات بودن ها، و تا روسیه اول صنعتی بشه بعد از طریق دموکراتیک اگر به حکومت برسیم. بولشویکا یعنی لنینیستا که بعدا شدن حزب کمونیست شوروی و به خصوص استالین گفت نه، سوسیالیسم در یک کشور واحد ممکن است و شروع کرد. آرمانشون این بود که سوسیالیسم رو در روسیه مستقر کنن. حالا چند سال طول کشید تا به کشور ورشکسته کردن، داغون کردن، روسیه عقب افتاد، همه اون بلاهایی که منجر به فروپاشی شد.
خب این آرمان شکست خورد در عمل دیگه. آرمان سوسیالیسم در کشور واحد با فساد، با نمیدونم عقب ماندگی، با خیلی چیزا نتیجه شد و شکست خورد و کشور فرو پاشید. کشور که نه، حکومت و نظام فرو پاشید. لذا این هست که بعضی موقع شما یه آرمان هایی دارید که این آرمان ها هم غلطن هم تحقق ناپذیرن. و این که شما گفتین که آرمان های جمهوری اسلامی اما پیروز شدین 45 سال نشون میده. خوبه که یه موقع من خیلی دلم میخواد بیان بگین که اون مؤلفه های اصلی آرمان ها کدوماش پیروز شده بر اساس تجربه 45 ساله. این که مثلا دنیا به رسمیت شناخته که ما حق غنی سازی داریم، این اصلا دستاورد نیستش که هر کشوری که وارد سازمان انرژی اتمی میشود حق غنی سازی داره، اما زیر نظر انرژی اتمی. چرا اینا اومدن به ایران فشار آوردن؟ برای که شواهدی به دست آوردن که از دوره رفسنجانی اینا رفته بودن از پاکستان، از اون که به لیبی بعد از قذافی که رو کرد اسنادا معلوم که یه سری سند بوده که ایران رفته به اصطلاح خلاف قرارداداش عمل کرده. و البته چرا؟ چون ایران میگه من میخوام اسرائیل نابود کنم. و البته چرا؟ چون ایران با آمریکا در افتاده. همه اینا حالا به حق و ناحقش ولش کنیم، اینا اومدن رو مسئله غنیسازی وایسادن. تحریم‌ها شروع شد، سفارت گرفتیم، تحریم‌ها شروع شد. نمیدونم گروه‌های نیابتی اسلحه میدیم به حزب الله و لبنان. باز میگم به حق و ناحقش بگذاریم، براتون موضع میگیرن، میگین اسرائیل باید نابود بشه، موضع میگیرن. لذا اگه اینا آرمان ها بوده، یعنی آرمان ها این بوده که ما یک حکومتی به وجود میاریم که با آمریکا و اروپای غربی و غرب در میفته، این شکست خورده، کشور رو به این وضعیت رسونده که امروز هست. من نمیخوام بگم آرمانتون غلط یا درست بوده ها، اما میتونه اینطوری باشه. بنابراین این نکته رو در نظر بگیرید. وقتی میگیم آرمان هامون موفق شده، اول باید آرمان هامون تعریف کنیم. ببین، من وقتی کسی میگه که سیاست خارجی ما عزت، حکمت و اون یکی سومی، من نمیفهمم. اینا صفته، اینا آرمان نیستن. اینا یه سری لغات قشنگی هستن که همه دولت‌های گوناگون لغات قشنگ رو به کار میبرن. من نگاه میکنم ببینم که اون مؤلفه های اصلی چیه. شما چه کار میخوای بکنی تحت این واژه‌های زیبا؟ اینا چجونه تعریف میکنی؟ حالا من خیلی حرف زدم، یه نکته بگم دیگه تموم کنم. اینی که من اصلا معتقد نیستم که واقعا به این تضادی که بین خامنه‌ای و پزشکیان میسازند. من فکر میکنم که برنامه‌ای که پزشکیان داره که هنوز ما نمیدونیم دقیقاً چیه، برنامه‌هایی است که نهادهای بالادستی نظام، که بیت رهبری هم یکی از نهادهای بالادستی نظامه، باش موافقت. حتی تو نظام یه دم اصلا باش مخالفن، خب میبینیم. اما این سیاست ها چه هستن؟ تا کجا میخوان برن؟ ببینین تاکتیک هایی که جمهوری اسلامی به کار میبره، عقب نشینی ها، پیشروی ها، امتیازی که میده، امتیازی که میگیره، همه اینا ما الان برامون روشن نیست که اینها در سیاست خارجی ها برامون روشن نیست که چقدر میخوان عقب نشینی کنن، چقدر میخوان پیشروی کنن، چقدر میخوان امتیاز بگیرن، چقدر میخوان امتیاز بدن. یک چیز میدونیم، همه میدونیم که الان اینا در بن بستن. هم در بن، یعنی بحران اقتصادی عظیم در کشور هست، بحران اجتماعی عظیم هست، مسئله حجاب مثلا و بقیه مسائل دیگه، بحران سیاسی هست. جمهوری اسلامی نسل عوض کرده، باید خودشو باز تعریف بکنه، بحران باز تعریف داره. حالا بحران جانشینی هم در آینده هست، حالا چه موقعی رخ بده. و بنابراین یک گرهگاهی، به قول نودال پوینت، حالا نمیدونم گرهگاه من میگم، حالا ممکن ترجمه درستی نباشه، جایی که ده ها بحران به هم دیگه گره میخورن، الان در جمهوری اسلامی وجود داره. زن زندگی آزادی خب نشان داد که بخشی از مردم، نمیگم همه مردم، تا این حد ناراضی هم که در 100 شهر میان تظاهرات میکنن، اونم یک ماه، بیش از یک ماه. خود انتخابات نشون داد که خیلی شرکت نکردن، حالا 50%، 60% فلان. بنابراین هم بحران سیاسی داره، هم بحران اقتصادی داره، هم بحران اجتماعی داره، به خاطر اون تضاد شیوه زیستی که سالها میخواست تحمیل بکنه و اینکه بخش مهمی از مردم، نه همه، یه شیوه زیست دیگه ای دارن.
با بحران‌های گوناگونی در هم گره خورده. البته پایگاه‌های مردمی هم داره، من درصدش نمیدونم، ولی به هر حال یه درصدی، حالا یا بگیم رانتی، بگیم اعتقادی، بگیم ترکیبی از هر دو، بالاخره پایگاهش هستن. دستگاه سرکوبگر قوی هم داره البته. لذا جمهوری اسلامی در الان موقعیت بحران‌های گوناگونی است که به هم گره خوردن. آیا در این موقعیت بحران‌های گوناگون که حالا نظرشون هم این هستش که اگر بریم وضع اقتصادی رو درست بکنیم، چیزی که میگن، یا مدیریت رو درست بکنیم، یه مقدار کاهش پیدا میکنه بحران. اینجا حالا باید دید که چیکار میکنن، در یعنی اون واقعیت سیاست‌های عملی چی میشه. من میدونم که در جمهوری اسلامی نشون میده که به این نتیجه رسیده که باید یه کارایی بکنه، اما این کارا چی هست در سیاست خارجی ها من هنوز نمیدونم، هنوز روشن نشده، مجملات کلی هم روشن نمیشه. لذا فکر میکنم که باید دید که چیکار میکنم. خیلی ممنون، خیلی من حرف زدم.